سلام بر آقای عزیز. امیدوار هستم که شما جور باشید. ما امروز در افغانستان اولین روزی سیاه در زیر حکومت طالبان شده. من می‌خوام که آینده از این مملکت باید واقعا قلب ما درد داره. احساسات ما کنترل نیست. بیست سال به این ملزم مرکش بشد. تمام دستاوردهای 20 سال در یک شب من بیدم فقط خدا می‌فهمد ما چقدر درد داریم، چقدر قلب ما ناآرام است. ما یه اشوای گریه به خاطر ترس نیست، به خاطر اینکه قلب درد گرفته مملکت زیبای ما به دست شیر افراطی یافتاده و تمام ارزش‌هایی که برای اسلام کرد از بین کل دنیای باز باید تمام کرد. اما دنیایی که ما حامی پشت باد شما هستیم. در بدترین شرایط و سخت‌ترین شرایط مردم افغانستان را تنها گذاشتن رفتن. و نمی‌فهمم این وضعیت چی میشه. آیا ما در دل حکومت طالبان چه قسم سپری بکنیم؟ امروز ویدیو رو برای شما دوستان ثبت کنم. در تاریخ می‌خوایم بماند. می‌خوایم بماند که دوستان شما، عزیزان شما در ایران امروز تنها در میدان باقی مانده. ما میدان رو رها نمی‌کنیم. هستیم با قوت بیشتر مبارزه می‌کنیم، در کار خداوند ادامه می‌دیم. اما این را بدانید اگر امروزی که نبود دور هم بود یا ما در بین شما نبودیم یک حرف‌های از قلب ما، از قلب ناگفته ما برای شما توفیق می‌کنیم که چقدر این روز برای ما سخت تمام میشه. اگر کسی از ما پاکی ما، اگر فرزندهای ما، اولادهای ما پاکی ما پای شما از شما شده و شما است که تنهایشان نگذارید، احوالشان را بگیرید، نگذارید تنها ببخشید که احساساتی شده از ما درد دارم. این رو به عنوان یک یادگار برای تمام شما دوستان می‌فرستم. امیدوار هستم که جور به صحتمند باشید. در پناه خداوند، در پناه پدر آسمان باشید.